ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم 4، گفتاری 111. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چه ره باختم. مؤلف. آن قصیده این است: بی حجره و بی کویم و بی جامه و دستار، بی نقل و می و چنگم و بی مونس و غمخوار. پس چون بودن در نظری خلق مرا قدر، پس چون شودان شوخی جفاکار مرا یار. گیرم که اگر حجره مرا گشت میسر، اسبابی طرب نیست پس آن حجره چی در کار. اسبابی طرب گر همه تیار مرا گشت، از ناز نخواهد رسد آن دلبری عیار. از ناز و غرور ار گذرد پای گذارد، در حجره ام اغیار بگویند که مگذار. گر گفته ای اغیار به گوشش ندرآید، آید به دری مدرسه بی زحمت اغیار. خوابانده همه غلغلی تکرار بگویند، آیا به کجا می رود این دولت بیدار. القیسه که آید ز دری حجره در آید، یک باره ز پا افتم و از دست رود کار. در من نه خرد ماند و نه هوش و نه آرام، نه تابی رخش دیدن و نه طاقتی گفتار. از غمزه پرفتنه چشمی همه نازش، تاراج شود دین و دل و هوش به یک بار. برباد رود هرچی که آموختم از علم، در خدمت استاد زمان اشرف اخیار. به همین طریقه این قصیده دوام نموده در آخر در مورد دعای عنعنوی گفته می شود: در روی زمین تا اثری بحث و جدل هست، بادا ز تو حل عقده هر معنی دشوار. این قصیده را تمام کردم، اما خود به حضور علم نبرده به اقبال نام خدمتگارش داده به او رساندنش را پرسیدم. لیکن از میان 6 ماه گذشته باشد هم این قصیده نتیجه نداد و حجره اعلم در مدرسه کوکلتاش خالی و در بسته ماند و من هم همچنان بی حجره و در بدر گشتم. لیکن اعلم آن قصیده را
به هر کسی که از شعر خبری داشته است فخر کنان خوانده است و شنوندگان پی برده اند که مقصدی من از آن قصیده طلب حجره است و بعضیشان مقصدی مرا که از آن شعر پی برده اند به اعلم فهماندند. با وجود این به او تأثیری نکرده است و در فکر دادن حجره نافتاده است. قصیده در متن اعلم نوشته شده از طرف او بی نتیجه گذاشته شده باشد هم عموماً بی نتیجه نماند. یکی از شعرشناسان همان زمان که در یکی از ولایت‌های تابع بخارا قاضی بود این قصیده را شنیده است و به من خطی مخصوص نوشته نسخه قصیده مذکور را طلب کرده گرفت. بعد از خواندن آن قصیده در فکر آن افتاده است که از یگان مدرسه بخارا حجره خریده استقامتش را به من دهد. در همان روزها واقعی روی داده است که قاضی آن فکر خود را با آسانی به عمل آورده است. در همان ولایت سوداگری بوده است که در مدرسه کوکلتاش حجره داشته است و در کار تجارتش شکست افتاده مجبور شده است که آن حجره را با نرخ معلوم بها کرده دهد. اما قرضخواه به وثیقه قاضیخانه این کار را قبول نکرده است. هر دو برای وثیقه کردن به قاضیخانه آمدند و در وقت مهر کناندن وثیقه قاضی از واقعه خبردار شده از قرضخواه پرسیده است که به جای حجره پول نقد گیرد. قرضخواه هم که از جهت پول نقد نداشتن قرضدار ناچار گردیده بوده است پرسش قاضی را خوش قبول کرده به جای حجره از قاضی پول نقد گرفته است و حجره از آن قاضی شده است. آن قاضی استقامت آن حجره را به من داد که 15 سال تا دستگیر شدنم از طرف آدمان امیر من در وی خاطر جمعانه زندگی کردم و حالان که من در حق آن قاضی شعر دوست نه پیش از به من حجره دادنش و نه بعد از آن مدحیه ننوشتم. این حجره در گوشه شمال غربی مدرسه کوکلتاش بوده. در وی از یک دایره بالا پوشیده در آمده می شود. در آن دایره 4 در حجره بوده. حجره من از دست راست دویم بود و در کوچه از شمال مدرسه گذرنده دریچه تریزه هم دارد. گرفتار شدنم به دام امیر عبدالاحد و زود خلاص شدنم از وی. حیرت بسیار احتیاط می کرد که در دام امیر نافتد. بنابراین به قدر امکان شاعری خود را پنهان می داشت. در احتیاط کردن حیرت از شهرت و به گریختنش از افتادن به دام امیر اولین بار به او سرگذشت شمس الدین مخدوم شاهین تأثیر کرده بود. او در دام دربار گرفتار شده در خاری و زاری طاقت ناپذیر افتاده عاقبت سیل شده در وقتی در رکاب امیر در مسافرت و در سفر قرشی بودنش مرده بود. شاهین سرگذشت پرفاجعه خود را در ایجادیات گوناگون خود و حتی در همان شعرهایی که به نام امیر گویا در مدح او نوشته از نظر وی گذرانیده است نیز با شعورانه عکس کننده با این راه جوانان را می ترساند که از دام امیر گریزند. شاهین خصوصا این مقصد خود را در تحفه دوستان نام مثنوی خود که
به تقلید بوستانی سعدی تعریف کرده است روشن بیان نموده پسایندگان خود را جوانان را دعوت می کرد که از دام امیر گریزند. شاهین در یک جای مقدمه آن اثر خود اول چگونگی احوال خود را در رکاب امیر به طریقه عبرت با مصرع‌های زیرین بیان می کند. کوتاه کرده گرفته شد. بر رحمت ستاینده من در حضور، که در چشم دانش چو او نیست نور. ولی موریدی کینه چون دشمنم، بلی دشمنی مردی نادان منم. چرا دل نهم بر سفیه چنان، که دانا همان است و نادان همان. نداند تفاوت صحیح از فقیه، کدام است پنبه چیسان است پیه. فغان زین حریفانی کین آزمای، به مهر اندر آرند خلق زیپای. چو فرزند از آنت همی پرورند، که چون گربه فرزند خود می خورند. شاعر در پایان شکایت از دربار و بیان احوال خود به جوانان پساینده خود خطاب نموده سخن خود را دوام می دهد. مرا بین و برزن به عبرت دخول، پسایندگان راست پیشین پول. از آن رو زگیتی شکایت زدم، زگیتی شکایت بغایت زدم. که دستور باشد به آیندگان، به ابنای گیتی ستایندگان. که این شیوه دامی بود صیدگیر، که گر شیر افتد درو گو بمیر. در این دام عاقل نیفتد بخواست، چو افتد مجالی تپیدن کجاست. از این دام بیدانه دوری گزین، سری خویشتن جای دانه مبین. من ادبار دیدم تو فیروز باش، ز احوال من عبرت آموز باش. البته شکایت شاهین از دربار شخصی است. او جوانان را هم از دربار برای محافظت شخصی آنها می ترساند. اما شکایت‌های احمدی دانش از دربار اجتماعی بوده. خواننده خود را از امیر و وزیر برای ظالم و تاراجگر خلق بودنشان نفرت می کنانید. بنابراین اگر حیرت با خواندن اثرهای شاهین برای محافظت شخصی خود از دربار می گریخته باشد، بعد از شناسا شدنمان به نوادر الوقایع احمدی دانش از دربار گریختنی او یک مقصد اجتماعی شده ماند. برای از دربار محفوظ ماندن حیرت، شاعران دربار همان زمان هم یاری دادند. در آن وقتها کهنسالترین شاعران درباری ملا شریف انبر بود که سویه شعری او در صحیفه های 430 431 نمونه ادبیات تاجیک چاپ مسکو سال 1926 قید یافته است. دیگری ملا دوست محمد نادری مفتی بایسونی که هیچ اقتداری شعری نداشت.
کتاب مذکور صحیفه 497. اینها هیچگاه نمی خواستند که حیرت بر این یک جوانی پر اقتدار به دربار راه یافته میسی آنها را برآورد. بنابراین در پیش امیر و درباریان حیرت را نشان نمی دادند و خبر نمی دادند که چنین استعدادی جوانی به میدان آمده است. ثانیها دو شاعری جوان مقرب درگاه شدند. قابلیت شاعری اینها نسبت به آن زمان خیلی درست بود، لیکن هر دوی اینها از خردسالی خود را بابی دربار می ساختند. هر دوی اینها هم از کلانزادگان بخارا بوده، با تعبیری همان زمان استخوان‌هاشان با نان و نمک جناب عالی سخت شده بوده. به دربار نزدیک شدن مقصدی طبیعی اینها بود. اینها اول لفظ بازی ها، معماها، قصیده های تمام تعریف، قصیده ای از حرف بی نقطه تمام شونده بر این کارها را که در زمان پوزش فئودالیسم صنعت به شمار می رفت به دست در آوردند. بعد از آن در دربار امیری زمان عبدالاحد که فحشیات رواج یافته بود موافق شدن را مشق کرده شعرهای بی آدابانگویی را سر کردند. خصوصا یکی از اینها که نعمت الله مخدوم نام داشته اول نازوک و بعد از آن محترم تخلص کرده بود، حج رفته چند گاهی در عربستان ایستاده زبان عرب را از خود کرده آمد. او در مدح امیر عبدالاحد مخمسی ترتیب داد که بندهای اولش تماما به زبان عرب، بعضی مصرع‌های بندهای پایین ترش نیز به زبان عرب بوده. قسم اولی مخمس عموماً به حمد خدا، نعت پیغمبر و توصیف چاریار بخشیده شده است. شاعر بی واسطه از این مقدمه دیندارانه به تصویر ساقی می گذرد و او ساقی را چنان تصویر می کند که اگر انسان از درجه آدمیت تماما فرآمده به مرتبه گاو و خری قرار نگرفته باشد، از بودن آنگونه ساقی در بزم خود شرم می دارد. به عبارتی دیگر او کمال دینداری را به کمال فحشیات آمیخته حقیقتاً بابی دربار شده بود. دوستی نزدیکی محترم ادریس خواجه راجی در صنعتکاری از رفیق خود ماندنی نداشت. انا همین دو جوان در وقتهایی به کمال رسیدن حیرت به دربار منصوب گردیدند. اینها هیچگاه تصور کرده نمی توانستند که حیرت یا یگان جوانی که قابلیت شاعری دارد از دربار دوری می گزیند. بنابراین می ترسیدند که مبادا حیرت به دربار راه یابد و بازار آنها کساد شود، چون که آنها قابلیت فوق العاده حیرت را می دانستند. به این سبب آنها هم کوشش می کردند که نام و شهرت حیرت در دربار شنیده نشود، تا که امیری بوالهوس او را به آنجا کشیده و مقابل آنها رقیبی دهشتناکی را نگذارد. این دشمنی آنها به حیرت که در حقیقت در حق او دوستی غیر قصدی بود با موفقیت دوام کرد و نام حیرت تا وفاتش تا تابستان سال 1902 که در قسم سیوم یادداشت‌ها ذکر یافت شنیده نشد. اما بعد از وفات حیرت واویلای در بین شاعران جوان، ادبیات شناسان و هوسگاران شعر و ادبیات برخاسته در شهر غلغله انداخت. این حادثه
به واسطه واقعه نویسان، جاسوسان به گوش امیر رسید. امیر با شنیدن این واقعه میراث ادبی حیرت را به دست خود درآوردن خواست و این کار را به قاضی کلان بدرالدین فرمود. چنان که در قسم سیوم یادداشت‌ها قید شده است، من میرزا عبدالواحد و یک رفیق دیگرمان با سعی و کوشش بسیاری از دادر حیرت یک قسم اشعار او را به دست آورده به ترتیب انداخته بودیم، اما دستنویس ها در دست دادرش بود که او هم زود مرده، همه آن چیزها گم شده رفته بودند. جاسوسان به قاضی کلان خبر دادند که شعرهای حیرت در دست عینی و منظم است. ما پیش از آن که قاضی کلان شعرهای حیرت را از ما طلب کند، این واقعه را شنیده بودیم و این را هم می دانستیم که اگر آن مجموعه از دست ما رود، دیگر آثار حیرت در میان نخواهد ماند. بنابراین آن مجموعه را در گوشه شیفت یکی از خانه های میرزا عبدالواحد پنهان کردیم و به طلب قاضی کلان تیار شده نشستیم. دیری نگذشت که ملازم قاضی کلان آمده ما را به پیش او دعوت کرد. ما رفتیم. او شعرهای حیرت را از ما از نام امیر طلب کرد. ما منکر شدیم و گفتیم حیرت از شهرت می ترسید، بنابراین بعضی شعرهای نوشته‌اش را به ما نشان دهد به نسخه برداشتن رخصت نمی داد. دادرش باشد هم بیمار و هم دیوانه بود. بعد از وفات برادرش به ما چیزی نداد. او پیش از مردنش همه نوشتجات را سوخته بود گفت. با همین جواب قاضی کلان از ما دست کشید، زیرا او می دانست مادام که این کار کردیم البته باید چیزهایی از حیرت در دست داشتم را در یگان جای کسمیاب پنهان کرده باشیم. بنابراین کافت و کاو کردن منزل ما را بیفایده دانست و کافت و کاو هم نکرد. اما طلب امیر و قاضی کلان را شنیده، چنان که در قسم سیوم قید شد، حیرت شناسانی بسیار یافت شدند که به نام حیرت شعرها بافته آورده به قاضی کلان داده طلب او را به جا آوردند. به مناسبت وفات حیرت و دوبالا شده به گوش عبدالاحد رسیدن شهرت او بعد از وفاتش، نام من هم به صفت دوست و پیروی حیرت در بین درباریان و امیر ذکر یافته است. در آن وقتها یکی از شناسهای دیرین من، ملا نظرالله لطفی تخلص به صفت ندیمی هم صحبتی به دربار بسته شده بود. او هم به من دوستی بوزینگی کرده به نزد امیر از بودم زیاد بهای بلند داده است. عادتاً آدمان به دیگران موافق سویه فکری خود خصلت می بندند. لطفی که از وابسته شدنش به دربار خرسند بود، گمان کرده است که باید من هم به آن کار خرسند می شده باشم. همه این سبب ها در یک جا شده، امیر به همین فکر آمده است که مرا به دربار خود کشد. برای او فرق نداشت که یک جوانی با استعدادی به دربار بسته شونده اطاعتکار می براید یا نی. زیرا اگر آن گونه جوان اطاعتکار براید، امیر او را در لایدان خود در آورده از جمعیت دور می کرد و اگر سرکش براید، او را در قطاری گاو و خرانی دربار فراورده شب و روز عذاب جسمانی و روحانی داده عاقبت محو می کرد. چنانکه از شاعران شاهین را و صنعتکاران موزیک شناس قاری کرامت تنبوری را به همین طریقه محو کرده بود. و بالای این فخر هم می کرد که جوانی مرگی مغروری کورنمک
از جانب خدا جزای سزاوارش را یافت. به همین طریقه امیر به دربار کشیدن مرا مقرر کرده این کار را به رئیس کلان بخارا برهان الدین که پدرش بدرالدین در همان وقت خود در بخارا قاضی کلان بود فرموده است. روزی دو آدمی رئیس پیش من آمده مرا به پیش او دعوت کردند. دو آدمی خود را برای آوردن کسی فرمودن حاکمان بخارا از دو حالت بیرون نبود. یا برای آوردن جنایتکاری دو کس می فرستادند که خوف گریختن او را پیشگیری کرده توانند، یا برای دعوت یک کسی محترم برای حرمت دو کس می فرستادند. من که در خود از جانب رئیس حرمتی حس نمی کردم در پی کافتن جنایتکاری خود افتادم و در حال در خاطرم رسید که باید دعوت من برای باز طلب کردن دیوان حیرت باشد. اگر من باز این کار کرده دیوان را یافته ندهم در آن وقت حبس یا بدرقه خواهند کرد. برای همین دو کس فرستادند که من مبادا عاقبت جنایت خود را پی برده گریزم. من برای فهمیدن درست یا نادرست بودن این ملاحظه خود یک آزمایش کرده دیدن خواسته به آدمان رئیس. شمایان رفتن گریتان، من بعد از ساعتی می روم گفتم. آنها این تکلیف مرا قبول کرده از پیشم برآمده رفتند. اکنون در من در فرستادن دو کس برای دعوت من احتمال حرمت قوی تر گشته بود، لیکن من در خود یگان سبب حرمت نیافتم. بنابراین مرا احتمال حرمت از احتمال جنایتکاری زیاده تر در تعجب و تشویش انداخت. هرچی باشد بعد از یک ساعت به پیش رئیس برهان الدین رفتم. او به هیچ مقدمه شما را با رسیدنتان به دولت عظمی، بزرگترین دولت، مبارکباد می کنم گفت. تعجب من از این تبریکی بی محل و بی سبب باز هم زیاده تر شده از او پرسیدم. چی چیز بوده است آن دولت عظمی؟ رئیس از تگ زانویش از بین کرپچه هایی که بر روی آنها نشسته بود کاغذ پاره را برآورده و از نظرش گذرانده، جناب عالی حضرتم به این دعاگوی دستخطی همایونی فرستاده امر نمودند که شما را به رکاب عالی فرستانم گفت در جواب و علاوه نمود. شما تیاریتان را بینید. همین روز اگر امروز تا وقتی پایزد کرمینه تیار شده نتوانید فردا به کرمینه می روید. جای باششگاه اساسی امیر عبدالاحد کرمینه و اطراف آن بود. شما گفتار 111 را از روی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمخلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.